6 آگوست 1945 ساعت 8:15 صبح به وقت محلی، آمریکا با یه بمب 4.5 تنی به اسم پسر کوچیک هیروشیما رو با خاک یکسان کرد. بمبی که گرمای اون هر چیزی رو تا شعاع 1.5 کیلومتری محل برخورد بمب به طور کلی ذوب کرد. تا پایان همون سال حدود 140,000 نفر از دنیا رفتن. جنگ جهانی تموم شد. اما تو هیروشیما یه دختر 2 ساله به اسم ساداکو که خونه‌شون تو فاصله 3 کیلومتری محل انفجار بود از پنجره اتاق به بیرون پرت شد. بعد از جستجوی چند ساعته که دیگه حتی پدر مادر ساداکو هم امیدی به زنده بودن بچه‌شون نداشتن، در عین ناباوری ساداکو صحیح و سالم طوری که حتی یک خراش هم بر نداشته بود پیدا شد. سالها از اون اتفاق گذشت و ساداکو 12 سالش شده بود. دختر سرزنده و ورزشکاری که به گفته مادرش قبل از اینکه راه رفتن رو یاد بگیره دویدن رو خیلی خوب بلد بود. ساداکو ستاره مدرسه‌شون بود. اما بعد از یه زمین خوردن ساده، بعد از چند روز متوجه جوشهای بنفش و سیاه روی دست و پاش میشه. ساداکو به بیماری سرطان خون مبتلا شده بود. بیماری که ناشی از تشعشعات بمب اتمی بود. خانواده ساداکو به امید اینکه کارهای درمانش سریعتر پیش بره تو بیمارستان بستریش کردن، ولی هر روز سرگیجه‌های بدتری رو تجربه میکرد، طوری که حتی نمیتونست از تخت بیاد پایین و روز به روز شرایطش بدتر میشد. یکی از دوستای ساداکو برای اینکه حداقل به ساداکو یادآوری کنه که تو این وضعیت تنها نیست، میره ملاقاتش. حین صحبت کردن یه افسانه قدیمی رو براش تعریف میکنه. داستان یه پرنده افسانه‌ای به اسم دورنا که 1000 سال عمر میکنه و به خاطر همین سمبل خوششانسی و طولانی بودن عمره. میگن هر کسی 1000 تا دورنای کاغذی بسازه حتما آرزوش برآورده میشه. بعد از این ساداکو هر روز و هر شب تمام مدت رو تخت بیمارستان مشغول ساخت دورناهای کاغذی بود تا خیلی زودتر به آرزوش برسه. آرزوش هم این بود که وقتی بزرگ شد و از این جوشای لعنتی خلاص شد، معلم ورزش بشه و این بهش انگیزه میداد تا به ساخت کاردستی‌های کاغذیش ادامه بده. حتی این کار باعث شده بود حال روحی بیماری دیگه هم روز به روز بهتر شه. با اینکه پیشرفت بیماری روز به روز اذیتش میکرد، اما ساداکو تصمیم گرفته بود با تمام ضعف‌های بدنی که میاد سراغش 1000 تا دورنا رو بسازه. اما بعد از ساخت 644 رومین دورنای ساخته شده، ساداکو از هوش رفت. خیلی زود پزشکا عملیات احیا رو شروع کردن، اما همش بیفایده بود. صبح روز بعد، یعنی 25 اکتبر 1955، ساداکو در حالی که فقط 12 سالش بود از دنیا رفت. همراه 356 دورنایی که همکلاسیاش براش ساخته بودن، بالاخره 1000 تا دورنای ساداکو هم تکمیل شد و به خاک سپرده شد. اما آرزویی که هیچ وقت برآورده نشد، مون رو دست دنیا. 3 سال بعد از این اتفاق، یه مجسمه بزرگ در حالی که ساداکو یه دورنای طلایی بالا سرش گرفته بود، توی یکی از میدونای هیروشیما نصب میشه. هر سال 6 آگوست دور تا دور میدون پر میشه از دورناهای کوچیکی که بچه‌ها به یاد ساداکو درست کردن و همه این دورناهای ساخته شده فقط یه کلمه روشون نوشته شده و یه پیام داره برای مردم جهان: صلح.